ببینید که فرزنددار نشد به نزد او می رود بیخبر از آن که الله سبحانه و تعالی میگوید له ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. پادشاه آسمان ها و زمین، مالک آسمان ها و زمین الله است. هر چی را خواهد خلق میکند. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. کی و خواهد دختر میدهد، کی و خواهد پسر میدهد، کی و خواهد هر دوش را میدهد و کی را خواهد خداوند عقیم بی ذریه میکند. هزار بن از دری فالبین رود گوید که فلان مقبره و رو یک گوسپند کش، فلان جا رو یک خون برار. نعوذ بالله بجز از گناهکار شدن چیزی را به دست آورده نمیتواند. یا اگر ازدواج نشد خانه‌دار شدن، اما میبینید که بر خصوص زنها که در فالبین دعوی میکنند. الله سبحانه و تعالی میگوید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. یا پیش از این یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ای اللهی که زنده هستی، ای اللهی که قائم هستی، ای اللهی که نمیمیری، ای اللهی که شنوا هستی، من رحمت تو تکیه میکنم، من از تو مدد میپرسم. گفته در سجده در نماز این را طلب کند، الله میدهد. یا اگر کار برار نگیرد، پیشروی کار نشده ماند، زندگانی تنگ شده ماند، نیز میبینید در نزد در فالبین و سحرگرها میروند که خداوند میگوید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله او ذاتی است که رزاق است، بسیار رزق دهنده است. الله تعالی رزق همه ما و شما را پیش از این که در دنیا بیاییم و پیش از این که در بطن مادر هستیم در 4 ماهگی الله که نوشته است که بنده چند سال عمر میبیند، بنده چی میخورد، چقدر پول کار میکند، از کجا کار میکند، چگونه صرف میکند. همه این را الله رزاق نوشته است. لکن رزق همه گیم در وقت معین می آید. همون وقتی که خداوند خواستگی روز می آید. انسان 1000 دعوت و همین روز $1000 کار کنم گوید اگر خداوند $10 نصیب باشه همون نمیگیرد. انسان کمتر کار کنه همین روز $10 باشدم بس گوید، لکن الله $1000 نصیب باشد $1000 کار میکند. الله تعالی خودش خیلی که میگه ذو قوة متین، صاحب قوت است که خداوند به اندازه برای مخلوقش شما رزق را عطا میکند. گاه میشد که یک بنده و خداوند در مهلت 70 یا 80 سال عمر مثلا میدیده باشد، اگر برای او مثلا $1,000,000 صرف میشتی باشد، اگر یک بار 1,000,000 تیت، بعضی بنده های هست که شاید گمراه میشود، کبر و غرور پیدا میشود، از نماز دور میشود، از عبادت دور میشود. لکن همین الله مهربان وقتش میدهد. بچه ها کلان شداسیان وقتی خانه دار کنن خدا رزقش میدهد. دختر کلان شد برای شوهر برآوردن، الله تعالی رزقش چه میکند؟ عطا میکند. فقط بر این تکیه بر الله سبحانه و تعالی کردن لازم است.